سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیز کانال. در این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم هنگامی که میخوایم طلایی رو بفروشیم فروشنده با چه نرخی اون طلا رو ما میخره و چگونه ما طلای خودمون رو بفروشیم که متحمل ضرر کمتری بشیم. در اولین گام باید به چند نکته اشاره کرد. این هست که اولین نکته، هنگامی که ما طلای خودمون میفروشیم نرخ طلای ما، نرخ گرمی که داریم یا گرم طلایی که داریم مستقیما ضرب در نرخ طلای تابلو نمیشه. و همون علتی که ما طلا رو هنگامی که میخریم هر مقدار گرم طلایی رو که میخوایم مستقیم ضرب در نرخ تابلو نمیشه. دقیقاً اگه دقت کرده باشین درصد روش اضافه میشه و با نرخ تابلو تفاوت‌هایی داره. پس هنگام فروش هم این تفاوت‌ها هست که ما در فرمولی که در اسلاید بعد خدمتتون خواهم گفت بهش اشاره می‌کنم. مورد بعد اینه که مبادله طلا به طلا از نظر شرعی اشکال داره. فروشنده موظفه که طلا رو ابتدا از شما بخره، مبلغی که از شما خریده برای شما مشخص کنه و بعد با توجه به اون مبلغی که برای شما مشخص کرد حالا شما هر چقدر خواستین از فروشنده طلا بخرید طبق فرمول خرید طلا که حالا در ویدیو قبلی گفتم و در این بالا هم براتون قرار میدم. حالا چرا این گفتن از نظر شرعی مشکل داره؟ بدونید که حالا ممکنه که میزان دقیق سود و زیان شما در این حالت طلا به طلا مشخص نباشه. ممکن شما طلای بیشتری بدین و طلای کمتری دریافت. در هنگام فروش طلای تو شما این نکته توجه داشتین که فروشنده طلای شما رو با عیار 740 برمی‌دارد. یعنی چی؟ از قدیم الایام این فرمول بوده و این عدد بوده. طلای شما هنگامی که طلای خودتون بفروشین معمولا 10 شماره تا حالا بعضا 20 شماره عیار طلای شما کمتر برداشته میشه. به عنوان مثال اگه طلای 18 عیار داشته باشید، مورد مثال سوم و نکته سوم در طلای 18 عیار بود. فروشنده هنگامی میخواد طلای شما رو بخره با عیار 740 عیار شما برمی‌داره. به چه علت؟ به دلیل اینکه شما طلایی رو که دارین در واقع مستعمل استفاده شده، به مرور زمان زیبایی خودش از دست داده. فروشنده نمیتونه رو بفروشه که طبق قانون هم فروشنده حق و اجازه فروش طلای دست دوم نداره. برای همین که سود و زیان فروشنده مشخص باشه و فروش در واقع خریدار در واقع سود خودش رو در نظر داشته باشه، عیار طلای شما رو با عیار کمتری برمی‌داره. حالا این برای عیار 18 بود که با 740 برداشته میشه. ممکنه با عیار اصلا 21 875 با عیار 870 865 هم از شما برداشته بشه که حالا با عیار 730 هم طلای 18 عیار رو برمی‌دارن که دیده شده که برمی‌دارن. خب بهتره اینه که فروشنده با عیار 740 از شما برداره. خب فرمول خرید طلا توسط فروشنده به این شکل است که وزن طلایی که شما دارید تقسیم بر 750 ضرب در 740 میشه. این 740 برای 750 در واقع همون مبحث تبدیل عیار بود که ما توضیح دادیم. حالا لینکش رو در بالا قرار میدم که ببینید. یعنی طلای ما میخواد به عیار 750 18 تبدیل بشه و ما عیار طلای ما که فروشنده تبدیل کرده 740 است. تقسیم بر 4.33 18. چرا 4.33 18؟ به دلیل اینکه نرخ متداول طلایی که بین مناگداران و فروشنده مبادله میشه همون نرخ آب شده هست. حالا این دستی ضرب در همون گرم هم بکنیم. به هر حال چون با همون نرخ آب شده فروشنده خرید و فروش میکنه، ما هم خواستیم همون نرخ آب شده رو استفاده کنیم. تقسیم بر 4.33 18 و ضرب در مثقال خرید آب شده. اینم در نظر داشته باشین که آب شده هم این نرخ فروش و این نرخ خرید داره. بنابراین مثل در واقع هر نرخی که روی تابلو باشه شاید نرخ فروش باشه و اگه دیدیم که نسبت به این نرخ فروشنده از شما طلای کمتر نرخ کمتری برداشت، در نظر داشته باشید که مثقال خرید آب شده رو برش ملاحظه کرده که بین خرید و فروش آب شده همین تفاوت جزئی هست. حالا خیلی تفاوت چشمگیری نباید باشه. یک مثال بخوایم بزنیم که ببینیم چگونه ما طلای خودمون بفروشیم. فرضاً ما یک طلای 18 عیار رو می‌خوایم بفروشیم. وزن 12 گرم 320 سوته و فی آب شده هم 10 میلیون تومان. خیلی راحت 12 گرم 320 تقسیم بر 750 ضرب در 740 تقسیم بر 4.33 18 و ضرب در 10 میلیون تومان که 28,061,244 تومان طلای ما رو با نگهدار یا فروشنده طلا بایستی بخره. که البته میگم این عددی هم که به دست میاد ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه که روی حال تفاوت‌های جزئی باید چشم‌پوشی کرد و ما میانگینش رو در نظر بگیریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. موفق و پیروز باشید.